21 مای سال 2024 گروه کاری کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان یکجویه با کمیسیای حالتهای فوق‌العاده نویه نورآباد معاین کردند که در این نویه وادی رشت در شرق جمهوری از آفتهای طبیعی روزهای آخر 77 عائله ضرر دیدند، از جمله 8 خواجگی پره، 4 خواجگی قسمان و به 23 انشاءات یاری رسان نیز بر اثر آفتهای طبیعی ضرر رسیده است. با یاری یک عدد تکنیک مهندسی در طول 2 کیلومتر راه از ساحل دریای سرخاب تا دهه یخک هموار کرده شد. همچنین با اشتراک 280 ساکن دهه حشر تشکیل کرده شده، کوچه و راهها از گل و لای تازه کرده شدند. با مقصد مستحکم کردن قلمرو اطراف پول ماشینگذار دهه یخک، کمیته 410 متر سیمتور و 500 لیتر سوزشواری دیزلی جدا کرد که برای رفع پیامدهای آفت طبیعی استفاده می شود. به عائله هایی که در نتیجه آفت طبیعی ضرر دیدند 10 مجموعه اسباب‌های آشخانه و 10 بسته بهداشتی جدا کرده شد. علاوه بر این اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده 3 مرتبه با خوراک گرم تامین کرده می شود. به ساکنان آسیب دیده نویه تاجیک‌آباد خوراک و مدرسه کمک کرده شدند. کارهای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تحت رهبری کارمندان کمیته ادامه دارد. همچنین با سبب‌های باران‌های شدید روزهای 16 و 18 مای سال 2024 در کیلومترهای از 1 تا 18 از 21 تا 46 و 55 راه ماشینگرد لب جر مرکز نویه سنگوار، اینچنین در کیلومترهای از 1 تا 8 و 22 راه اتومبیلگرد دارای اهمیت جمهوری سیل آمد و در نتیجه لای و لایابه و سنگورک راه بست. کارمندان وزارت نقلیات پیامدهای آفت طبیعی را رفع کردند و شب 21 مای سال 2024 راه را پوره از سیل‌آوردها تازه کرده حرکت نقلیات تامین گردید. یادآور می‌شویم که از اول ماه مای تاجیکستان با چند موج سیل و بارشات شدید و خرابی آور روبرو شد. سیل‌های شدید 10 خانه و راه‌ها را ویران و 100 هکتار زمین کشت را نابود کرد و چندین کوپرک را کنده برد. متاسفانه در این آفت‌های طبیعی چند نفر قربانی شدند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اخیراً در یک جلسه به مسئولان امر داد که راه و پل و انشاءات دیگری در سیل‌های آخر خراب شده و همچنین خانه‌های ساکنان را برقرار کنند.